سیامکات میکنم یا سیامکات میکنم سیامکات میکنم مردا که دکمی نشونته در بین دهها و صدها نفر یک شجاع هم پیدا نمیشه که آخی به آدمی گوش ببره در دستش بته همین پدر سگه. ای مردم چی خبر نموسیرن ما برای خما کسب کردیم خیلی می فروش هم خیلی تو مونده دیسای می برم میکشم و خپم حجاب مونم حجاب زن خواهر مونه سرش میگیره در چوب نموشیم خپ کیم مسجد خونه الله را گرفتم محکم کردن خپ کیم ریشم مونه تروشدن خپ کردیم. دوستان عزیز با اجازه شما یک نوار است میگذارم یک جایی میبینیم بعد صحبت ادامه بسیار خوب میشود. بم برای هولده بم برای هیچ کنه ساینا اینا سیامکات میکنم اینا سیامکات میکنم یا سیامکات میکنم سیامکات میکنم مردا که دکمی نشونته اینا میاد مجبور دزدیدن سنیاگون حجت نداره یا نمره ماشین شو خود پرویز تیوی دمه را کامera کنه مردا که این نمیاد هیچ کنه استن یکو حجت نشون نداره سه گفت یاره یا ساعت همسیون کرد این هم یا نه دکمی نشونه نه چی اومدن ماشینی من شکستن اینا نگاه کی بچه را اینا میبردستن میگه او گلونی کم یکو حجت نشونه دادن یکو حجت نشونه دادن سیام کنه اینا مردک چکو کدی آدم من تاکسیم اینا میشناسه اینا میاره اینا چی دفعه اینا نورزور در بین دهها و صدها نفر یک شجاع هم پیدا نمیشه که آخی به آدمی گوش ببره در دستش بته همین پدر سگه. ای مردم چی خبر نموسیرن ما برای خما کسب کردیم یک زن دعوا کردی داد گفته تماشابین از سرای زبار همه شهر بچه‌ها نگاه کردی آیا همین قانون همین نظام همین تنظیم در یگان کشور دنیا دیده میشه چون این یک مردم بی‌طرف در یگان کشور دنیا هست یک بار نظر کنید یک احمق که نه لباس نظامی داره نه حجت داره در کدام اساس یک نفر قبید از نامعلوم و دزد بود اون نرکبران بود او سالم بود اون مریض بود او کی بود برای چه قبید اینوش برای ابله یکمش که قانونی ابله شما از بین بردگی ندارین چون این یک سیستمه چون یک نظام ندارین یک نفر مجبور از کوچه برداشتن در کار بعد میگه مردم میره در گروه های تروریستی و اکستریمیستی با گفت شما اعضا میشوند حق مردم است در این منبر گپ زدن حق مردم است که در این منبر گپ زنه کم میکنه این مردم حالی هم برای شما رحم میکنه به خدا قسم همین مردم تاجیک واقعا یک مردم رحم دل است وگرنه ای مردا که این آشکار در روز روشن آدم دزدی ما را در روسیه کم میزنن ما را در روسیه کم میکشن کم تجاوز میکنن کی برداشت این همین نوارها را داره یک پدر سگ یک نامرد در بین مردم بلند میشوه در بین صدها نفر یک جوانی بگناه را بازداشت میکنه نمیدونم چیکار میکنه برای کدام سبب به کدام سبب حجت دارین قراری حکومت هست قراری وزارت هست
قراری کدام پلیس هست، قراری امنیت هست، برای چی بازداشت شده است؟ ما همه تماشابین مردم، حالی هم کم از مردم 10,000 و 20,000 و 100,000 کم است برای چنین یک سیستم پلید. حالی هم کم است. حالی هم مردم برای شما رحم میکنه که میگذاره شما آزادانه در مرکزهای شهر نظامی ها میگردین. به خدا قسم اگر در یک قوم دیگر میشه، در یک مردم دیگر میشه، قرغیز است در پارلمان در اومد صورت رئیس جمهورش پاره کرد. در سالی که رئیس جمهور میشینه در میزی که میشینن 6 تن عکس گرفتن، چی کارایی نکردن. در 3 ساعت یک حکومت تغییر دادن. ما مردم یک نفری احمق بناموسی نامرده سر حساب رفتن هم نمیتونیم. این چی گپ است؟ این چی سیستم دولت داره؟ این چی نمودی مردم است؟ او بس بوده که چونین بغیرتی نه خود در روز روشن در مرکز شهر دوشنبه چونین یک احمقی صورت میگیره، نه وزارت جواب میده، نه کمیته جواب میده، نه پروکاتور جواب میده. این چی گپ است خودش؟ بله. تروریست، مردم اکستریمیست، مردم حقش است که شما را از گوشاتون پاره ببرن پارتیا. مردم دیگر حق داره. هر کلمه خود جواب میتین در گپم. مردم بس بودگیست. یا احوالا کی برداشت میکنه؟ یک بار نظر بکنین. ماشینی زن است نمیدونم مرد است پاره میکن، یا مثل یک بوزه که در چواندازی در میدان بوزکشی میکشن، یک حیوان میکشن. امروز جوانی تاجیک قد یک بوز است در کوچه، میفهمین؟ جوانی تاجیک مثل یک بوز کشمکش میکنن. این چی نمود عدالت است؟ این چی نمود اینو شرمندگی میگه. این از نظام نادرست، این از شرمندگی در داخل وطن. چاپلوسا میبرش ما مردم شرمنده کسی فضا کسی علامه اقبال که برخی زیخاک بوزدل گو فلانی است مخاطب نه منم. هر گاهی که ما خطاب میکنیم به این مردم میگه فلانی را میگه، مالی او را گرفتن مالی مرا نگرفتن، او را کشتن مرا نکشتن. این جوانی تاجیک از کار به سیاست نداشت، کار به دین و دنیا و دولتداری تو نداشت. برای چی شما بزش میکشین؟ مردم خوب متوجه باشین در این قضیه. خوب ببینید که تاجیک شهروند تاجیکستان در مرکز شهر در پایتخت چونین یک نظام پلید صورت میگیره. الگو نظام شهرداری را ناموختین شما کلخاصیو. شما از کوهستان اومدین نظام دولتداری در 3 سال نتونستین پیاده بکنین. این همین نشانه گاوصفت بدن شما از نشانه از خیابان ها اومدن شما است. شما فرهنگ سیاسی ندارین، فرهنگ اخلاقی ندارین، فرهنگ انسانی در وجود و در ایمان شما نیست. شما مکتب انسانی را نخوندین، شما تربیه درست نگرفتین. از آغل آمدین، جامعه ها قطعی آمدین، وظیفه گرفتین. الله اکبر. از کوچه آمدین، رتبه گرفتین. امروز بالای مردم ظلم میکنین. اگر شما یک ذره کوچه انسانی میگذاشتین، یک ذره اگر مدرسه و مکتب میخوندین، چنین ظلم بالای ملت روا نمیدیدین. این چی نمود عدالت است؟ این چی نمود سیاست است؟ این چی نمود دولتداری است؟ باز هم بار دیگر اقرار میکنه شما گاو هستین، شما احمق بناموس و بصفت هستین. شما هیچ یک مکتب انسانی را نگذاشتین. دعوای رودکی و فردوسی میکنه. در روی شما رودکی و فردوسی اگر زنده میشد توف میکرد. سامانی از دیدن شما بیزار است. تا این درجه شما بناموس بودین، تا این درجه مردم رحم میکنه. خواب در امنیت برادرای ما هست، در امنیت نمیدانم ایماندارا هستی. هر یک ایماندار چهره این پلیده برای مردم نشان بده. کی از این کثافت؟ این پدرسگ از کجا تولد شدگی است؟ کی راهبری میکنه؟ رتبه این از کدام حساب است؟ برای نشان بده برای مردم. اگر دعوا میکنه شما برادرای امنیتین، شما مسلمانین، مرحمت کنین. کی را اجازت میده تا این حد باید مرز بگذارن؟ حکومت مردمی باید باشه. دعوای ما سر این است که هیچگاه پدر پسر دختر کلون داماد راهبر نباید باشه در یک نظام. یکی از سبب‌هایی که این ملت به این صد آمد پایان شد این همین سیاست اولوی است. تمام تجارت زیر دست، تمام امنیت و وزارت و داخلی زیر دست، تمام قماندان ها فروخته شده، وزیر سرش خم کنوز کش در پیش رحمانوف. ان همین حالت مردم گرفتار میشه. باور کنید شرم است. واقعا من دیدن این منظره رو نمیتونم. یک خارجی رو نشان بده همین حالت، یک بار نشان بده انصافا بگن این در وطن ما است، این نظامی است، این کارگر امنیت است، کارگر وزارت داخلی است، این یک شهروند عادی است، این یک زن شهروند یعنی اون منطقه است.
ببینین پلیس چگونه ظلم میکنه. ما از خارجی مینالیم، از اجنبی ها مینالیم که انا خرغیز آمد ما را زد، خیتایی آمد ما را زد. حق ما است مدام که ما را شهروندی خمون میزنه، مدام که مسئولی خمون میزنه. بفرمایید برادرها گفتن داشته باشین. حضرت سایرت ما کامتر ممکنه ما هم گام بزنم ببرم. بفرمایید. یک اکو حکمت ما یا ظالمی بدبخته همش ورس رئیس شهر مونید به عقل نرکمانه. یک من همی طالا را در برادر مدیریتور میسپارم یا چند دقیقه با چوخ صحبت کنم برمیگردم. میکروفون تا گریان که میکروفون بجا گریان میشه. سلام علیکم، صدای ما هست برادر؟ بله بله ما برمیگردم. خب باشد بفرمایید برادر ابو خالد. مقصد حکومت معلومه که هم ظالمه، بی‌رحمه، انصاف نداره، دشمنی خلقه. هم برادرایی که در اوج او قدر جمع شدگان شیر بچه‌ای که همه مش بزنه دیوار چپان میشه نخو نتونی همون سه چور بدبخت همون سیانی مکنیم گو مادر در اونجا گریه داره این قبه انصاف نمیدونم تحسن چه کشتگه که رحم نمیکنه حتی هم مادر هم بیچاره گریه داره تماشا داره حق هموطن اخچه نمیتونه ای دستی همون بدبختو بگیره بزنش دستی او در همون پیشونش حیوانه بگه تو چی کوکه دستی پد ایو تتا کشته اومده خیلی کشورا کده بوده شو چی گناه داشتو ایش بخدا قسم تو ای چنی بعد اکو خیلی بیناموسی شرمندگی را من نو دیدم بخدا قسم های بی بعد در اسیا میه روز به روز بدتر شدن میگیره روز به روز بدتر میشه اوخه ایدا بدترش دیگه چی حکمیم خیلی مردم و به هیچ دیگه ایدا بدتر دیگه میشه نه پروست اکو همی خلق خیلی چند میلیون 9 میلیونیم 10 میلیونیم کرامی همو گرینیو که دام بلوش دگن این نه 8 9 میلیون دیگه آدم همون نوز یا آدمون حساب نمیکنن یا چتاد مون نمیکنن که مشاروند همونجیم یگون خیلمورد یگون همون حقوق انسانی موناداده سیان نه یگون حقوق شهروندی مون میتن نه جای کار مون میتن نه حساب مون واپشه نیکتویم برای او را خیلی می فروش هم خیلی تو مونده سعی می برم میکشم و خبم حجاب مونم حجاب زن خواهر مونه سرش میگرد از چوب نموشیم خب کیم مسجد خونه الله را گرفتن محکم کردن خب کیم ریشون مونه تروشدن خب کردیم اومدن یک برادره که برومد ایدسه ای برادرای مهاجر که در تای ظلم همی راسیش قرار داره با یارا یردان که بردن و اکای زدن مونه مقصد گرفتن بردنش تا حوزینم برادرها کم حرکت کردیسن کم دیوژن نشان زدیسن و همین ای حق انصاف کنن آخی گفتی گپو 5 برادر عزیز انصاف با این نفرها با حکومت با رحمان و با اولاد او دیگر نیست اونا انصاف ندارن اینها را باید ما از سر قدرت پیش کنیم فقط یک ما اورا نگفتم که او انصاف کنن ما با خلق گفتم که انصاف با خودتون کنین بخزین مقصد تو که خیلی بنومسی را با کلام میگین با خواهر فرزند درهم که مقصد نیمه انصاف با فرزند خودت که پگای رنگی تو ورینم خیلی نویا یا لپودکا دستش چورکش بگنه خیلی لپودکاشا بکنه بخزه 30 سال شده قدرت یک بلین او قدر میگم بویگاری داره و وطن بخیزه بچه اگون در 30 سال میگیره همون تاجیکستان خودش شنقه و خیلی قاقه با او بویگاریش او را باید ای دوبای در خیلی فاسونش کنن اگون خیمارات بسازن یگون پیشروی نمیکنن یکمش دیم کرومی که نمیکنن پیشروی خلق با خودش نمیمونن غمشون دادسیان ظلمشون کدسیان همه کارا کدسیان بانومی الله قسم یگون شوخی نیست ریال نید ای بچه 18 اینا اما خدم لیش نخدم سینفی نه بود کدم اما رامی ایده سیکم دارم خیلی چیمون ای سینفی نهمی در مکتب برومدگیم ای نهمی اما راشی آمدگیم نهمی 21 سالم هول نرفتم تاجیکستان
نیتول کما دایجا همین چند برادرایی که میشناسم هم سیفان پسو 18 را همین مکتب بود کار نکای اومده ده همین جای سوداگان برادر خالد بچه‌ها زیادن تولوردا ان شاء الله شما زیاد صحبت کردین با برنامه‌های بعدی ده شما هم ترس کی بود و ترس بیرون رفت دیگه هر برنامه داخل میشین یا اونای دیگه صحبت کنیم ما ان شاء الله ترس ما همو اکای سالمون هم بچه که نو شما از آن زبون پیش برنامه مثال ما با صحبت کردن میگه ان شاء الله چون استودیو پر است بچه‌ها زیاد سلام علیکم و رحمت علیکم سلام سلامت باش